سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد هستم از تاجیکستان. یک پیشنهادی دارم از شما برادران عزیز. درباره خواندن روش نماز پنجگانه از شما خواهش دارم که انا در شبکه خواندن روش نماز رو همچون یکم کسی خواند و در شبکه مقصد نشان داده شود که ما در مقصد تاجیکستان وقتی نماز خواندن بخواهیم که رفع ادین کنیم در نماز همون و پامون با پای برادرامون بچسبونیم صفت در کتف با کتف و مقصد پاچه‌مون طبق سنت اگر پاچه‌های بروکمون کلته باشد اگر ما را سلفی گفته بدبینی میکنند و پایهایشان رو و کتفهایشان رو از تن ما دور میکنند که تا که ما در صف جیج نباشیم و ما رو مقصد در نمونده سلفی و خیل گفته مذاق میکنن. مقصد ایبر ما دور میشه و بعد ما مقصد میگیم که بعد نماز فرض بود کردن باید که آدم خودش تسبیح بگردونه و دعا کنه و بخیزه سنت شبت بخونه یا در خونش بخونه او مقصد کاری او همه که انا شما سنتتون نمیخونین انا شما چی باید دعا نمیکنین مقصد شما یکم گروهی شدیسین شما فتنه میخواهین در بین ما اما خیلی گپوی مقصد بسیار دقیق است بچه هم میگن و ما را مقصد در همه جا سلفی نمو کرده مقصد بدنو میکنن. ما اما میخواهیم که ما طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز بگذاریم و به حضور دل نمازهای خودمون را ادا کنیم. ما با همه برادران اهل سنت برادر هستیم. ما نه سلفی ما سلفی چیه نمیدونیم که ما را همچنان سلفی نم کردن و ما را مقصد ای معرکه گویا که دور کردن دیگه گپی ما را حتی گوش هم نمیکنن که حتی او گپ نزد که او عقیدت و ایران میکنه ترا میکنه سلفی. هرچی که ما میگیم که برادر تو پوچت کلته کن از جیلک پود و در صف نماز باید با یکدیگر زیج باشیم. ما ریش باید داشته باشیم و باید که دوی سه دعا بعد نماز نکنیم و مقصد سر قبرستان اگر رفتیم مقصد برای عبرت گرفتن بریم در قبرستان های شیشته آیت نخونیم. همین گپا را به برادرای مقصد تاجیکان هم میگیم. ما را سلفی گفته مقصد هم خیلی مینوی دید میکنن. اگر ما هم یکم گروهی نیستیم ما یکم جو سرجم هم نشدیم نسبت یا یکم تیوری بینیم و یکم بدبینی بینیم و یکم مقصدی غرضی هم نداریم. حتی اگر قبول نکنن لااقل ما را همچنین مقصد شما از شبکه همین نمودای مقصد طبق 4 مذهب نماز خوندن و مقصد سنت های صحیح بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کنیم که ما بین یکدیگر اختلاف نشه و ما را بدبینی نکنن. ما مقصد برادر یکدیگر هستیم همه در یک صفیم. ما الله یکه و یگانه را پرستش میکنیم و هر چی که بخواهیم الله میخواهیم. سلام علیکم برادر گرامی محمد انصاری. میخوام که شما نماز رو خودتون بخونید هم تنهایی هم جماعت شده مقصد برای یاد دادن برای مردم تاجیکستان پیش درو شده خودتون نماز جماعت بخونید که مردم ببینن که مقصد همین مقصد به شما اعتقاد دارن شما را گوش میکنن و اگر یک کس دیگه باشه میگه اون اوش سلفی بوده مقصد بون شاید که امون فکر اندیشه خچونده بروند. شما خودتون پیش بدروین و برادرای دیگه از کفاتون مقصد یک نماز جماعت مقصد بخونین برای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در شبکه پیشنهاد کنین هر یک مقصد یک شبونه روز ده یک وقتی معین ده مقصد نه دیر نه بر وقت شبونه ده ساعتای مقصد تقریبا 9 مردم از کار میاین در گرد تلویزیون میشینن شیشته هم را تماشا کنن و بدبینی یکدیگر را کم کنن. خیر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری. ممنون عزیزم محمد.